اولوتان رو نادیله. انصاف علی هدایت هستم و برنامه 69 مهندسی جهل رو آغاز میکنم. همین ابتدا برای ثبت در تاریخ به قول متخصصان ترکیه‌ای که عرض بکنم که من این لایو ها رو برای جلب لایک و مشتری باز نمی کنم. برای خودم یک اجباری ایجاد کردم که بر اثر این اجبار یه چیزی رو یاد بگیرم. فکر میکنم این یه انگیزه برای من ایجاد میکنه که بشینم و یه چیزی رو یاد بگیرم، یه چیز جدیدی که بسیار هم برام مهمه اون رو یاد بگیرم. خب برای این اول بگم که برای جلب مشتری و لایک و نمیدونم مخاطب خیلی نیست، ولی خب از طرف دیگه میخوام به دوستانی که علاقه‌مند هستن نشون بدم که راه سختی داره اما باید تلاش کرد. برای یاد گرفتن هر چیزی باید زحمت کشید، باید دود چراغ خورد، باید وقت گذاشت، باید انرژی گذاشت، باید از سرمایه و پول و استراحت و یا تفریحات خود دست کشید. من خب مثلا امروز این دومین برنامه است که میخوام اجرا بکنم. خب 1 ساعت و نیم قبلا و 1 ساعت و نیم الان اگه بخوام اجرا بکنم 3 ساعت و این 3 ساعت ممکنه که هیچ نفعی برای کسایی که احتمالاً دارن میبینن، سلام علیکم، امیدوارم خوب باشید، ممکنه که هیچ نفعی برای شماها نداشته باشه یا خسته کننده باشه برای شماها، اما برای من شخصاً برای رشد شخصیم، برای به دست آوردن اعتماد به نفس شخصیم، برای اینکه بتونم یه چیز جدیدی رو یاد بگیرم، یه راه حلیه خودم پیدا کردم. این به من کمک میکنه که یه چیز جدید رو یاد بگیرم. بیشتر از دوستان ترکی که حالا یا غیر ترکی که بخوان یک تخصصی که من دارم پیگیری میکنن رو یاد بگیرن، معمولا دشمنان زبان ترکی و ترک ها دارن این برنامه رو میان زیرش کامنت مینویسن اینا و میدونم که گوشم نمیکنن. یعنی اونها یه حرف مثل توتیوار یه چیزی رو لق دهنشون هست، حالا یا از طریق به هر دلیلی، مهم نیست دلیلش چی است، ممکنه حقوق بگیرن، ممکنه نمیدونم جیر مواجبشون نباشه، فقط همینجوری میخوان اظهار فضلی بکنن، یا یه بیماری روانی مثلا دارن و اینا، ولی خب اونها حرف خودشونو کار خودشونو میکنن. من هم باید کار خودمو بکنم، باید تلاش بکنم یه چیز، یعنی دارم تلاش میکنم یه چیز جدید رو یاد بگیرم، یه چیز که برام ارزشمنده اون رو یاد بگیرم، وقت میذارم. حالا دوستانی ممکنه که بخوان گوش بکنن، بخوان گوش نکنن، اصلا اون برای من مهم نیست که این برنامه مخاطب داشته باشه یا نداشته باشه. اینجا توسعه خودم مهمه، شخص خودم رو دارم تلاش میکنم که به یک توسعه در سطح حداقلی برسونم در زبان ترکی. خب این از اون مقدمه‌ای که میخواستم بگم. برگردیم بریم سراغ کتاب هایی که دانلود کردیم و ببینیم که چی کار میتونیم بکنیم. خب اگر این کتاب ها دیده بشن چی شد اینا؟ اینجا بوده. خب ما کتاب های مربوط به لهجه ترکی جغاتای رو یا جغاتای رو 5 کتاب رو دیروز و امروز خوندیم و باهاش آشنا شدیم و به هر حال متوجه هم شدیم که برای من بسیار سخت بود، اما تلاش کردم و خیلی هم خوشم آمد از اینکه این زبان رو یاد بگیرم. به نظرم هم آمد که این دوستانی که قشقایی هستن یا ترکمن ها بهتر از ما میتونن این جغت‌های رو یاد بگیرن، برای اینکه اونها بسیاری از این چیزها رو حفظ کردن و نگه داشتن، ولی ما ترکای آذربایجان و ترکیه بخش مهمی از اون تمدن مکتوب جغت‌هایی رو از دست دادیم. خب حالا برگردیم دوباره سر کتاب هایی که
قبلا دانلود کرده بودیم بیش از 50 کتاب. ببینیم که چی کار میتونیم بکنیم. خب این فضیلت ها، فرایض، خب دیوان سلطان سلیمان. خب ما اینجا بودیم که رفتیم و به اون کتاب از این محاکمة اللغتین حضرت امیرعلی شیرنوایی رفتیم به اون کتاب‌های دیگری که از امیرعلی شیرنوایی بود و اونها رو دیدیم. حالا بریم این سیاست رو باز بکنیم ببینیم که چه چیزهایی داره. کتاب سیاست رو یه ورق کلی بزنیم ببینیم این کتاب از نظر ظاهری چجور دیده میشه. خب این صفحه جلد رو باز کردن، این صفحه داخل جلد سمت راست و سمت چپ رو هم میبینید که احتمالاً اینجا یه اسمی و 2 مهر هستش، بعداً میتونیم برگردیم. اینجا میبینیم کتاب شروع میشه و برای حاشیه هم جا گذاشتن که کسی اگه خوند نقدی داشت بنویسه و حاشیه خود متن رو هم با 2 خط کشی شده و رنگ قرمز اومدن خط کشی کردن. بسیار هم جالب دیده میشه. اینجا صفحه رو یه مقدار باید تغییر داد که به این شکل در بیاد. اینجا دوباره همین وضعیت داره. این مهم نیست، اینها چیزی نیست. اینجا کتاب تموم میشه. کتاب به این عرض کردم که دوستان در گذشته کتاب ها رو خلاصه می نوشتم، مثل امروز نبود، برای اینکه کتاب کاغذ و نوشتن بسیار گران تمام می شد. شاید به پول امروز بیش از 1 میلیارد تومان باید برای نوشتن یک کتاب هزینه می کردید تا می تونستید یک کتاب رو آماده برای مطالعه بکنید. در نتیجه فقط ثروتمندان میتونستن کتاب بخونن. اما بریم سر این کتاب ببینیم از نظر ظاهری از نظر محتوا چی داره. خب کتاب و سیاست لپریزاده، این حالا اسمش یه شکلی داره، نمیدونم این چی هست. دوباره اینجا کتاب و سیاست هستش 2698 و اینجا مهرش خونده نمیشه، فقط کتابخانه‌سی. اینجا این کتابخانه خونده میشه اما این قسمت نمیشه. ت نشون میده که در ترکیه نگهداری میشه. اطوار خمسه پیریزاده، حالا ایشون پیریزاده کی هست؟ امیدوارم که بتونیم در این کتاب در مورد نویسنده و تاریخ این کتاب چیزی به دست بیاریم. اسمی که برای در بالا اینجا اگه دوستان ببینید، حالا من از این به بعد متوجه شدم که وقتی صفحه در سمت چپ هست در اینجا هست، عکس من میفته روش و دیده نمیشه این مطلب. مجبور از این به بعد حتما این صفحات سمت راست رو میخونم که دیده بشه. خب ببینیم که این کتاب به چه زبانی هست. اول همین که نگاه میکنیم استاندارد نیست، یعنی صداها رو بر روی شکل حروف و کلمات نمیبینیم. در نتیجه این استاندارد نیست و برای منی که زبان ترکی رو به طور علمی، ادبی و حتی استاندارد نمیدونم، این کتاب خوندن هم سخته هم غلطهای آوایی یا صدایی خواهد داشت. این رو ولی خب یه تلاشی میکنم که یه چیزی یاد بگیرم. این جاش برای خود من این مهمه. حالا این بالا احتمالاً یه سطری نوشته بوده یا خود نویسنده این رو خط زده یا یکی دیگری این رو خط زده، برای اینکه از اینجا شروع میشه. ملک و سلطنت معناسینه اولان. خب پس به ترکی هستش. این از اینجا همین اولان به ما نشون داد که این کتاب به زبان ترکی نوشته شده. ملک و سلطنت معناسینه اولان دولت bir نوع آیین üzere اجتماع بشریdir. حالا اینجا دوباره اینو یه ذره بزرگش بکنیم که بهتر دیده بشه که این بشریدر یا چی هست، این رو بهتر ببینیم. پس ببینید داره تعریف میکنه سیاست رو. ملک و سلطنت،
این رو حتی میتونیم ملک و سلطنت هم بخونیم به معنی، البته ملک و سلطنت دوتا با هم معنی میده، ملک و سلطنت نمیشه. ملک و سلطنت برای اینکه در گذشته وقتی یکی پادشاه میشد یا شاه میشد، این صاحب اون سرزمین بود، مالکش فرض میشد، همه ایشون رو به عنوان مالک سرزمین میپذیرفتن و خودش هم خودش رو مالک سرزمین میدونست، میتونست ببخشه، میتونست به یکی بده یا داشته باشه، به یکی هبه بکنه. حالا بذارید ببینیم این چی میگه. میگه که ملک و سلطنت معناسینه اولان، دولت، اینجا از کلمه دولت هم استفاده کرده، bir نوع آیین üzere استماع بشریدر. اینجا یه چیزی نوشته شده که نمیتونم بخونم، عبارت در، بشریتن عبارت در، بشریتن عبارت در. پس داره یه تعریفی میده که یک اجتماع زمانی دولت به مفهوم ملک و سلطنت زمانی معنی داره که مثل یک آیین باشه، مثل یک دین باشه که بر روی اجتماع مبتنی هستش. یعنی اول باید یک اجتماعی باشه تا دولتی به وجود بیاد و این دولت شبیه، اینجاش خیلی این کلمه‌ای که به کار برده من برای اولین بار دارم این رو میبینم و میخونم و میشنوم. bir نوع آیین üzere، یعنی انگار یک نوع آیینه، یک نوع دینه، یک نوع مذهبه که دولت باید وجود داشته باشه. الان مثلا میگن که دولت بر اساس یک قرارداد اجتماعی هست، نانوشته. آیا واقعا چنین هست؟ آیا یک قراردادی رخ میده بین، یا نه یک قراردادی بین یک طبقه و دولت هست، مثلا طبقه اشراف، برگزیدگان مجلس و حالا اخیراً که مجلس سنا خیلی چیز جدیدیه در سیستم دولت و سلطنت و حاکمیت و امپراتوری و اینها. قانون اساسی یه چیز جدیدیه، اما قانون اساسی محصول چه کسانی هست و آیا ملت اراده میکنن که نمایندگان انتخاب بکنن و برن اینها قانون اساسی بنویسن، یا اینکه یه تعدادی از اون اشراف و رهبرانی که در اون سیستم هستن مردم رو تهییج میکنن که برید رأی بدید ما میخوایم قانون اساسی بنویسیم. خب اینجا مسئله است. عبارت داره و هر دولت و سلطنت و جمهور و جمعیت ده لازم الاجرای قواعد دین و تنظیم امور مسلمین چون bir حاکم فاهر لازم و همدرد و این نیست واهم درکی مراسم اوامر و نواهی محافظه ادب قوانین سیاسیه کما ینبغی رعایت اولونه تا فرق ملت افسر دولت ایله سرفراز و لباس سلطنت شریعت ایله اعزاز بوله. خب حالا میگم این کتاب، من نمیدونم این رو ما در چه تاریخی نوشته شده، داره تعریف میکنه و این در میان کتاب هایی که تا الان خوندم اولین کتاب سیاسی هستش که داره تعریف میده از کارهای سیاسی و حکمرانی اونها. پس میگه که و هر دولت و سلطنت و جمهور و جمهور جمعیت های کوچیک رو میگه، جمعیت خودش جمعیت های بزرگی رو در مد نظر داره. جمهور و جمعیت لاجرم یعنی مجبوره اجرای قواعد دین. برای چی مجبور هستش؟ برای اینکه قواعد دین رو اجرا بکنن و تنظیم امور مسلمین و برای اینکه بین مسلمون ها امور رو تنظیم بکنن. بیر حاکم فاهر لازم،
حالا این فاهر به چه معناست؟ باید این رو فکر کنم عربی باشه، باید بریم و پیدا بکنیم. اجازه بدید من برم گوگل علیه السلام رو پیدا بکنم ببینیم که چی میگه. فاهر المعانی، فاهر، حالا ببینیم اینجا چی هست. فاهر دیزیزز، اینجا به معنی یک نوع بیماری هستش، اینجا مرض، نهری، ارسال نهری، احتراء انستیون او زهاری، الاحتراء، اینجا امهر اعتا مهر انظر ایزن مهر، امرأتون تحمل مهر بالاجاره، عروس معقوره. اینجا به نظر میاد که منظور از با فاهر یعنی قواعدی که یا قوانینی که باید اجرا بشه. بیر حاکم فاهر، کسی که بتونه قوانین رو به مردم بقبولونه، زور بکنه. حاکم لازم واهمدür. چی؟ حالا این باید بریم این لغت رو هم بخونیم. مراسم که بعضی از مراسم یعنی چیزهایی که ما از تاریخ دریافت کردیم. مثلا خب من قبلا عرض کردم که اسلامی که ما امروزه میشناسیم اسلام نیست. اینها مراسم ملل مختلفه که رنگ اسلامی دادن بهش. مراسم، اوامر، حالا اوامر دولت هست، اوامر ملاها هست، اوامر تاریخی هستش که روی هم جمع شدن. نواهی هم همینطور که آقا این کارو نکنید، اون کارو نکنید، این کارو بکنید میرید جهنم و اینها هم دوباره از طرف دولت، از طرف ملاها، از طرف در تاریخ روی هم جمع شده. و محافظه ادب یعنی میگه این چیزهایی که از تاریخ به دست ما رسیده باید اینها رو محافظت بکنه. قوانین سیاسیه، حالا قوانین از قانون صحبت میکنه اینجا، الان در بالا از دین صحبت کرد. من نمیدونم این کتاب در چه تاریخی نوشته شده، امیدواریم که بتونیم پیدا بکنیم. برای اینکه به اونجا برسیم نیاز میبینم که این کتاب رو سریع بخونم بدون که ترجمه بکنم تا برسیم به اونجا. برای اینکه این کتاب بسیار عمیق نوشته شده به نظر من، ممکنه که با نظریات امروز خیلی جور در نیاد. این اصلا مهم نیست. مهم اینه که ما یک کتابی در گذشته درباره تاریخ داشتیم، درباره سیاست، علم سیاست و کشورداری و اینها داشتیم که داره این رو توضیح میده. خب کما ینبغی رعایت علونا تا فرق ملت افسر دولت ایله سرفراز و لباس سلطنت شریعت ایله اعزاز بوله و بالا و بالاتفاق هر دولتین قیام و بگاسینه شرط اولان سیاست دور. واو. و بالاتفاق هر دولتین قیام و بگاسینه شرط اولان siyasettir. Ve bu mahallide siyaset ahkamiden ibarettir. Ve ahkam dahi ya aklidir, hikmet ameliden bir kısım olan siyaset mülevven gibi veya şer'idir Kitabullah sünnet Resulullah'a varid olan ahkam ilahiye gibi. خیلی داره جالب این مسائل رو داره یکی یکی میگه. و احکام دخی یا عقل دور حکمت عملیدن bir قسم olan سیاست ملوک. اینجا ملوک کی بی؟ من اینو ملون خوندم برای که مثل نون بود. حالا اینجا میبینن که سیاست ملوک gibi و یا شرع دور کتاب الله و سنت رسول الله وارد olan احکام الهیه gibi. Siyaset şer'iye ki ahkam ilahiyedir, siyaset akliyeden
müfti المغل ملوک و سلاطین اسلامیه دستور العملdir. مفتی یعنی فتوا. پس سیاست شرعیه که احکام الهیه دور. حالا اینجا برعکس اون تعریفی که در احکام شرع انجام دادن، در گفتن که اون کارهای اجرایی دینی شریعت هست، اینجا میگه احکام شرع. شرع خیلی احکام نداره. در سیاست عقلیدن مفتی المغل ملوک و سلاطین اسلامیه دستور العمل داره. و هر پادشاه دل آگاه و وزیر صاحب انتباه چی؟ آن عامل اولدی تأیید الهی لمنصور علوب سعادت دارینه و وصول بولدی معیار شر و عدل اعتبار اتمیوب دایی نفس ایل ظلم و هوا و هوسه اتباع اتدلر حقینده غیرت الهیه ظهور ادب مجازات اوله. این هم حرف بسیار جالبیه که gelmişlerdir siyaset muluk ta'yir olunan şayet ta'bir olunan ahkam akliye خبت و ربط امور دولت و جمعیت و نظام ملکه و ملت için اقتضای حال و وقته göre ugelanın تتبع و تحریرleri بست و تهیید و عقد و تأیید olunub cümlenin ittifakıyla desturul'amel bir alay desturul'amel bir alay gavaid ve gavanindir ve cümle muluk Nesaranın ahkam-ı ilahiyeleri olmuyor. Nizam halleri ve bakay cumhur و cemiyetleri mücerred bu mekule medarat siyasiye akliyelerine kemal mertebede itikad ve itimat ve itibarleridir. Ve ittifak aray ukala dahi buna üzerine caridir ki umur siyasiye şer'iye ve illiyede musamaha ve musahile مساق یکدور. خب در اینجا من با دو تا کلمه آشنا شدم که در کتاب‌های فارسی و اساتید دانشگاه و سخنوران سیاسیون که دارن در رسانه‌های فارسی و دانشگاه‌ها و اینا درس میدن یا صحبت میکنن، اینها این کلمات رو باهاش ناآشنا هستند. یکی از اینها ملت هست. اینها در ایران میگن که ملت به مفهوم شریعت هستش، در امت و امت اسلامی هستش در گذشته، در حالی که ما در اینجا دقیقا میبینیم که و همچنین دولت میگن که یک کلمه جدیده، یک مفهوم جدیده، در حالی که ما اینجا هر دوی اینها رو میبینیم. علاوه بر این، من در این صفحه‌ای که تا اینجا خوندیم میبینم که جمعیت کلماتی رو که کنار هم میچینه جالبه. ببینید داره میگه جمهور و جمعیت، ملت و دولت. یعنی خیلی این کلمات به نظر من همینجوری لفظی نمیاد تو قلمش بندازه و بره، نه، این به نظر میاد که کاملا مطالعه شده هستش. اگر بتونم من این رو یه مقداری دیگه بزرگش بکنم که بکشم این ور صفحه تا دیده بشه، من تلاش میکنم اول ببینم میتونیم نه بزرگش بکنیم از اینجا بره. خب
ببینیم میتونیم یک اسمی، یک تاریخی ازش در بیاریم. اهمال اولونور ایسا مرتبه تهاون و تکاسل جره نظام ملک و ملت. ببینید ملک و ملت دوتا رو با هم به کار میبره. ملک و ملت رخنه نخندار اوله و هر وضع و حرکت که دایره احکام شرعیدن و دوائره قوانین عقلیدن خارج اوله فلاجرم اختلالینdir اولوب گرین زوال اوله. پس اگر ببینید داره حالا میگه که اگر حرکتی، هر وضع و حرکتی، حالا این وضع اجتماعی خارجی باشه داخلی باشه، این رو میگه که دایره احکام شرعیدن و دوائر قوانین عقلیدن. ببینید اینم از دوایر صحبت میکنه، دوائر قوانین عقلیه، یعنی یک سلسله قوانین عقلی هم وجود داشته، تنها شرع نبوده. برای همین داره روی عقل تأکید میکنه و دوائره قوانین عقلیدن خارج اولو. اگر هر حرکت و وضعی که در اجتماع رخ بده این از این دو قانون خارج بشه، یکی احکام شرعی هستش به نظر نویسنده و دیگری، حالا ببینیم که بعداً یه تعریف دقیق از شرع میکنه یا نه، یا احکام شرع میکنه یا نه، اون مسئله است. ولی دوائره قوانین این نشون میده که دایره های اداری، یعنی دپارتمان ها یا بخش های اداری وجود داره که وظیفهشون تألیف و تصویب قوانین هستش. دن خارج اولا فلاجرم اختلالینdir اولوب. اینجا یه مقدار قابل چیز نمیشه، اختلالیدر اولوب لیند بیر اولوب قرین زوال اولا. حالا میگه که یعنی از بین میره. پاراگراف رو با فاصله مشخص. بعضی دولتler şart بقaya müveffak olamıyıp ahkam memleket ve mudabbiran و devletinin قدرین bilmeyip bu cümleyi şayeste lütf rahman olmadıklarından refahiyet ve rahatleri mehne muhanne mübeddel ve zaman devletleri دیگرانه محول و nicelerinin تقلیات دهر ile bunyad devletleri mütezelzil belki usul cemiyetleri bad sırser fena ile müzmehil olmuştur. دوباره داره در اینجا چرایی از بین رفتن و نابودی یک دولت رو بسیار زیبا و با مفاهیم جالبی داره توضیح میده. به نظر من دوستانی که در رشته سیاست، علوم سیاسی تحصیل کردن باید این کتاب رو بخونن و با نظریات امروز تطبیقش بدن، ببینیم یعنی مقایسه بکنن. میشه این کتاب رو به عنوان یک کتابی که در علوم سیاسی یا در یک بخشی از علوم سیاسی به عنوان حالا میگن مقابله نظریه های دولت و سیاست، این رو میشه اساس قرار داد و حالا اینو یه اصطلاح خاصی داره که در کنار اونها این رو هم دید. این کتاب برای من خوندنش به نظر من یکی دو مورد که تا الان اشتباه کردم به نظرم خیلی ترقی کردن در خوندن کتاب خطی دستنویس قدیمی. این کتاب حالا امیدوارم که حداقل یه 300-400 سال عمر داشته باشه. معلوم اوله که mülk ve seltenet manasına olan devlete bir növ ayin üzere içtimai beşeriyetten ibarettir. بازم دوباره برگشت این تعریف اولیه رو تکرار کرد. اسرار تبایی اشیای واقف
hikmet nezariye ve ameliye degaiqine vaqif olan mühakkikler dediler ki insanın içtimai hali infiradi haline mumasil ve ekser muridde ve ekser umuride birbirine muvafık ve muadil idi ki im'an nezer ile hadd bedahete ve asl واصل olmuştur. دوستان اینجا اگر دقت بکنید، دوستانی که دارن از طریق یوتیوب میبینن یا بعداً خواهند دید، اگر دقت بکنید سطرها از هم فاصله دارن، این خوب هست، ولی کلمات خیلی به هم چسبیدن. یعنی گاهی وقتا آدم نمیدونه که این چیزی که میخوام بخونم به مال کلمه قبلی هستش یا کلمه بعدی شروع میشه. این ولی خب دارم حالا به هر حال بر اساس ذهنم که داره معانی رو میشناسه خیلی خوبه. یعنی من در این 68 جلسه‌ای که تلاش کردم کتاب ترکی بخونم و اون هم نه کتاب ترکی معمولی تایپ شده چاپی، بلکه کتاب‌های دستنویس قدیمی که ممکنه 100 سال، 500 سال، 700 سال، 1000 سال سابقه داشته باشه، اینها رو دارم تلاش میکنم بخونم. به نظرم پیشرفت خوبیه. خب ببینم موافق. خب تا کجا؟ بله. و خلقناکم اطوارا اده بو حق همنایه معنایه. حالا بذارید ببینیم اینو یه ذره ببینم، مثل این که اینه که من یه مشکلی الان پیدا کردم. olmuştur. و خلقناکم اطوارا اده بو معنایه، یا احتمالا اطوارا اداهو. حالا این من ادمی خونم ولی احتمالا چون نمیدونم این آیه چه شکلی هست، من حافظم یاری نمیده. و خلقناکم اطوارا، من فکر میکنم که اده اینجا اده میشه بو معنایه گلور ایما، اما اینجا ایما احتمالا نون افتاده. به نظر میاد که این دو کلمه رو تلاش کردن پاک بکنن و دوباره بنویسن. این ایما اینجا نون بوده، احتمالا اینو برداشتن. حالا بذار ببینیم. بو معنای گلور واردر نه demişler. Varid demişler. Bu manaya iman var demişler. Varır, iman varır demişler. Pes ve halaknakum atvare de bu manaya gelir iman, hala ya da iman ne işare, به معنی که این آیه به این اشاره میکنه. var demişler. Varır, ima varır demişlerdir. İnsanın ömrü tabiisi 3 mertebe üzere takdir olunursa olur sen numub ve sen vukuf ve sen inhitat. حالا اینجا میاد انسان، عمر انسان رو به 3 مرحله، سن نمو، سن وقوف و سن انحطاط. لکن قوت و ضعف ترکیب سببیyle tefavut üzere olup şahs zayıful bunyane sin inhitat qaviyyü terkib olan kimseneden müqeddem ola gelmiştir. Pes insanın devletten ibaret olan içtimai hali dahi 3 mertebe üzeredir. حالا بر اساس اون انسان 3 مرحله عمر داره، جامعه رو هم به 3 مرحله تقسیم میکنه، دولت رو در اصل. حالا اونجا رو دوباره بخونیم ببینیم که چی گفت. پس انسانın devletten ibaret olan اجتماع حالی، یعنی انسان در حالت اجتماع، زیست انسان در حالت اجتماعی در این حالت دخیل 3 مرتبه üzredir.
zaman nümüv, zaman vukuf, zaman inhitat. Bu üç mertebe kezalik tefavut üzredir. Ol ecelden سلفره. این نمیدونم این کلمه رو چجوری بخونیم. سلفره بعضی جمعیت در، حالا اجلدن سلفده، این سلف دب من دارم میخونم، ممکنه سلفره بشه، بازم معنیشو نمیدونم این سلفره یعنی چی. bazı cemiyetler çok geçmeyip zaman inhitata vardı ve nitesi afete uğrayan yigitler gibi su-i tedbir afeti ile zamanı vukufa kendi ve bazısı gitti ve bazısı devlet-i elliye gibi قوی. حالا اینجا نشون میده که این در زمان عثمانی نوشته شده. حالا در چه سالی این دولت علیه به عثمانی گفته میشد؟ دولت علیه gibi قوی البنیان در، قوی البنیان راسخ الارکان امتداد bulup zaman vukuf ked geçti, zaman vukufi geçti. احتمالاً حالا نه، این در دوره عثمانی، برای اینکه گفتش که انسان 3 دوره زیست داره، اجتماع هم 3 دوره زیست داره، یکی زمان نمو، زمان وقوف، زمان، یعنی بگیم که زمان بچگی، زمان جوانی و زمان پیری. اینجوری میگه، پیری انحطاط، وقوف جوانیه و بچگی هم اوایل پیدایش دولت هست. اینجوری اگر فرض بکنیم امتداد بلو زمان وقوف geçti و bu azmine salasane gerek infiradi ve gerek içtimainde alametleri vardır. Tedbir umur cumhure mübaşir olan muhre mudebbirin ya mudirin bilip islah mezac ve sair elac tedbirinde ana göre amel ederler. Netekim ihtimalen netekimi. Netekim mualece cismaniye ve ruhaniyede قاعده کلیه. حالا اون قبلی که کلمه گفتیم که نمیتونیم بخونیم، حالا ره هستش که هستش، اینجا متوجه شدم که اون ره هستش. اگه برگردم اونجا و اون کلمه رو پیدا بکنم و دوباره بخونم، ببینیم چی بود. گفتیم که اول اجلدن سفلده. سفله معمولا به معنی حقیر، پست، پایین هست، ولی اینجا نمیدونم به چه معنیه. او اجلدن سفلده بعضی جمعیتler. حالا اینو دیگه ولش کنیم، برگردیم این پایین. فقط خواستم بگم که در اثر تداوم خواندن کتاب حالا متوجه شدیم که اون چیزی که اونجا، اون خطی که اونجا کشیده شده بود یا اون نقاشیشی کشیده شده بود در اونجا، اون دال بوده و ما اینجا با این متوجه شدیم، در اینجا متوجه شدیم که این دال هست به اون شکلی که نوشته شد. Bilip islah mezac ve saire alac tedbirinde ana göre amel ederler. Netekim mualece cismaniye ve ruhaniyede gaide külliyedir ve illa su-i tedbir etmiş olurlar. Zira şeyh faniye olan alac sabiye الورمز. اینجا این با صاد نوشته شده، سبیبه. این نمیدونم به چی میشه، یعنی من معنی این کلمه رو شیخ فانیه علاجلان سبیبه، من سبب میتونم بخونم ولی با سین نیست، با صاده. الورمز و اکسی دخی مفید المز. Nitekim
نتکی، این کیم نیست، اون بالا هم همینجوری نتکی. نتکی قبلا در کتاب‌های قبلی نتکیم می نوشتن. من بالا فکر کردم که نتکیمه اون افتاده میم آخر، ولی اینجا دیگه همون تکرار میشه، به همون املا نوشته شده. اینجا دیگه نتکی میتونیم بخونیم. نتکی تفصیلاتی جله جرکتر، جله جرکتر و هیکل مخصوص انسان عناصر اربعه تباینده اولان اخلاط اربعدن تعلیف و ترکیب اولونوب حواس و گوا و واستسیل زمام تدبیر و تصرف نفس ناتگنون ورلدیه جبی هیئت اجتماعیه بشر دخی، هیئت اجتماعیه بشر دخی. حالا این ای آخر روش مثل یه چیزی مثل همزه گذاشته، برای همین اینجوری میخونم. قبلا هم اینو در 3 جا دیدم عین همین حالت رو. در نتیجه استماعیه بشر دخی ارکان اربعدن تعلیف و ترکیب اولونوب حواس و گوای نظیر اولان اعیان دولت وساطتی ایله لجام تدبیر و تصرف نفس ناطقه مقامنده اولان سلطان عالی شانون دست حکمت ده وابسته قılınmıştır. Erkan erba'a dediğimiz ulema ve asker ve neccar ve tüccar، نجار نمیشه، و تجار و رعایاdır. پس این حالا داره میاد میگه که دولت ارکان اربعه داره، یعنی 4 تا رکن اصلی داره در اجتماع. اونها علما، اردو، اسکر، تجار و رعایا هستند. به اینجا کلمه رعایا رو در کنار 3 قشر دیگر به کار میبره. علما رو از مردم جدا میکنه، جزو رعایا نیستن علما. اسکر هم جزو رعیت نیست، تجار هم جزو رعیت نیست. من مثلا خودم شخصا تا الان اینو نمیدونستم. در اصل جامعه رو به 4 تا 5 طبقه تقسیم میکنه. سلطان و حتما خانوادهش، دربار یعنی علما، ارتش، نظامیان یعنی تجار و رعای ملت. حالا این رو ما به ترکی میگیم گریخه. زمره علما بدنده خلط محمود اولان دمه هماشل اولوب قلبینه منبع روح حیوانیدر. حالا در مورد علما تعریف میده که نقش علما در دولت چی هست. علما بدنده خلط محمود اولان، خلط محمود نیکو پسندیده خلطی. حالا نمیدونم منظور از خلط، حالا ما معمولا سرفه میکنیم اینه خلط میاد، یا مثلا آب بینیمون رو، دماغمون رو بهش خلط میتونیم بگیم، اما احتمال میدم منظورش از این خلط همون هورمون ها باشه. احتمال میدم، نمیدونم. بدنده خلط محمود اولان دمه، دم همون خونه، دمه هماشل، هم هماشل، احتمالا هم نمیدونم این چی میشه، یعنی هماشل، هماسل هم میشه خوند این رو، یعنی مماثل هم میشه خوند. بله مماثل میشه خوند. دمه مماثل اولوب یعنی با خون هم آجین شده، هم آجین شده اینجوری. پس علما مثل اون خلطهای قابل قبول هستن در بدن اجتماع که وارد خون میشن. قلبینه منبع روح حیوان دور و به قلب میرن، مثل روح در حیوان اینجا به معنی جسم هستش.
و روح حیوانی bir جوهر لطیفدür و روحی که در جسم هست میگه یه جوهر لطیفه. حالا این جوهر رو باید و لطیف رو باید در فلسفه بخونیم که در فلسفه اسلامی و مسلمانان منظورشون از حیوان چی هست، منظورشون از روح چی هست، منظورشون از جوهر چی هست، منظورشون از لطیف چی هست. نگاه کنید اینها باید قبلا ما فلسفه اسلامی رو خونده باشیم تا بتونیم معانی اینها رو الان در اینجا بفهمیم که چی هست. البته بسیاری از اینها رو قبلا هم اشاره کردم، مثلا که باید اونها رو هم در کتاب‌های قبلی خونده باشیم، آگاه شده باشیم که اینجا بتونیم معنی رو بفهمیم. متاسفانه این کتاب حاشیه نویسی هم نشده که مثلا بیاد بگه که منظور از روح چی هست، منظور از حیوان چی هست، منظور از جوهر چیه، منظور از لطیف چیه، منظور از خلط محمود چی هستش، مماثل دم مماثل یعنی چی. اینها رو هنوز ما نمیدونیم که این منظور، یعنی من نمیدونم، احتمالا بعضی از دوستان بدونن. میگه که و روح حیوانی bir جوهر لطیفدür که غایت لطافتن برنده بالذات حالا نگاه کن بالذات جریان ادمیوب. حالا اینجا دوباره از فلسفه استفاده کرد. بالذات جریان ادمیوب دم آنی حاصل علوب. دم آنی حاصل، دم آنا احتمالا یعنی دم آنی حاصل علوب اروگدن، اروگ اینجا به معنی رگها، اروگدن اطراف اعماق بدنه گتروب جمله اعضا و جوارح ایصال ادر لاجرم بدن آن ل آنن ل حیات بلوب متنفع الدغی جبی علماء شریعت و حقیقت روح حیوانی مشابه سنده اولان مشابه سنده اولان شریفی مبدع گیازدن اقیازدن مبدع افایزدن احتمالا مبدع افایزدن بالذات و بالواسطه حامل علوب اطراف بدن مقامنده اولان امیرلره و عوامه ایرشتروب بدنده دخی روح حیوانیدن منتفع اولدغی gibi آنلر دخی علمیدن منتفع اولورلر و روح حیوانی قیام بدنده سبب اولدغی kimi علم دخی دوام جمعیت سبب دور. ببینید حالا اینجا داره به روی علما و علم خیلی تأکید میکنه. جمعیت سبب دور و اسگر بلغم. حالا اینها رو داره بر اساس جان انسان توصیف میکنه، چون که اومد گفت جامعه مثل انسان هستش، انسان عمر انسان 3 مرحله داره، جامعه هم 3 مرحله داره. حالا این یه چیزی که همین امروز هم بعضی از نویسندگان جامعه رو به انسان، جسم فرد انسان تشبیه میکنن و توضیح میدن بر اساسش، در حالی که بسیار متفاوته. برای اینکه انسان یه احساساتی داره، یه تجربه‌ای داره، یه علمی داره، یه خانواده‌ای داره، یه بستری داره که با انسان دیگه متفاوته. یه وابستگی‌های ذهنی، عقلی، فکری، شستشو شدگی مغزی، تبلیغات دولت، سرمایه‌داران، اینها روی این فرد انسانی از فرد انسانی دیگر تأثیر متفاوتی میذاره و این مثل جامعه نیست. جامعه مجموعی از تمامی عوامل درون اجتماع و بیرون اجتماع و محیط زیست هستش و حالا اینجا میلیون ها فاکتور اینها رو کنار هم فاکتورهای متضاد که روی انسانها منافع و اهداف متضادی رو در جمع دارن، مجموع انسانها، ولی یه جوری اینها در اجتماع با هم همکاری میکنن و حرکت میکنن و وقتی که اینها به یه تضادی برسن انقلاب رخ میده یا یه حکومت جدید میاد. حالا
به نظر من با بدن نمیشه توضیح داد، بدن یک فرد انسانی نمیشه توضیح داد جامعه که مثلا جوامع ترک در ایران حدود 40-45 میلیون انسان رو شامل میشه که حالا تحت تاثیر زبان فارسی و تبلیغات و رادیو و تلویزیون و فیلم و سینما و آموزش در مدارس و دانشگاه ها نقش زبان فارسی، جایگاه زبان ترکی، ممنوعیت زبان ترکی و همه اینها رو که بذاریم اینجا، ولی یه جریانی وجود داره که حالا بین پانفارسیسم و پانترکیسم بگیم یک درگیری وجود داره حالا، ولی این در کلیت هر دو طرف هست. ولی اگر به جزئیات بریم میبینیم که مثلا 50 نفر 100 نفر مثلا طرفدار رژیم هستن، 1000 نفر مثلا مخالف رژیم هستن یا مخالف پانفارسیسم هستن و اینها در بعضی جاها به نبرد هم میرن. حالا این خیلی علنی دیده نمیشه الان، ولی خب بعدن حالا اینجا این کتاب اصلا در اصل موضوعش همینه. وقتی که کلماتی رو اینجا میاره و میگه که مثلا بالا خوندیم اینها رو میخواد به این شکل توضیح بده. حالا باز ادامه بدیم ببینیم چی میشه. میگه که اسگر بلغم، حالا گفتش که علما، نه ملاها، علما منظورش دوستان ببینید اینجا منظورش ملا نیستش. وقتی از علما صحبت میکنه از کسانی که علم آموختن صحبت میکنه. حالا ممکنه یکی نجار باشه، یکی معمار باشه، یکی یه چیز دیگه باشه، ولی اونایی که رفتن تحصیلاتی رو به دست آوردن در یه رشته مثل ملایی تخصص گرفتن، این میشه عالم در اون زمان. فلسفه، عرض کردم لشکرکشی، هر چیزی که تخصص گرفته باشن میشه علم. حالا میگه اسگر بلغمه، اونجا گفت که چی محمود بود، گفتش که حالا من خلط محمود. حالا اینجا میگه که اسگر بلغمه، تجار صفرا و رعایا سودا هستن. حالا من ببینید حالا باید برگردیم برای درک این که اینجا چه معنی رو مراد کرده این آدم نویسنده، باید برگردیم ببینیم که در طب قدیم بلغم چه معنی داره، خلط چه معنی داره، بلغم چه معنی داره، صفرا چی هست، سودا چی هست، خواصشون چی هستش، داروهاشون افراطش چی میشه، کمبودش چی میشه، داروهاش چی هستش. اینها رو باید بدونیم تا بفهمیم این آدم مرادش چی هست. سودای مشابه داره. اینا میگه اسگر اردو مثل بلغم هست و تجار هم مثل صفرا هستن عمل میکنن و رعایا هم مثل سودا هستن. حالا من هیچ کدوم اینها رو نمیدونم یعنی چی و این از گناه منه برای اینکه هیچ تلاش نکردم اینها رو یاد بگیرم. مشابه دور، اینا شبیه اون هستن که طبیعتی، ترابی و سفلی دور. اون بالاست که گفتیم سفلی همینه، پس سفلی یعنی پایینن، پست هستن، که طبیعتی ترابی یعنی خاکی. طبیعت، حالا کدوم یکی از اینها خاکیه نمیدونم. طبیعت ترابی و سفلی دور. بو اخلاط، این 4 اخلاط اربعه. حالا همه اینها رو میگه اخلاط. من نمیدونم بلغم مثلا خلط محمود با بلغم چه تفاوتی داره، با صفرا چه تفاوتی داره و با سودا چه تفاوتی داره، ولی اینها 4 تا خلطن از نظر اونها. پس اینجا حالا متوجه اون خلط محمود این 4 تا نیست، این یا این 3 تا نیست. با اخلاط اربعه کسر و انکسار ایله birbirinden منتفع علوم. این اخلاط اربعه کسر و انکسار یعنی هم خودشون کم میشن میشکنن و همین که باعث شکست بعدی میشن یعنی یکی دیگه. حالا احتمالا اینها روی همدیگه، این اخلاط چارگانه روی همدیگه اثر میذارن. اگر یکی قدرتمند بشه اون یکی رو چیز میکنه، میشکنه، یا اگر یکی ضعیف بشه باعث میشه که یکی قدرتمند بشه. اینجوری نمیدونم، من اینها رو نمیدونم. کسر و انکسار ایله birbirinden منتفع علوم، از همدیگه فایده میبرن به خاطر این شکست و شکست دادن، شکست خوردن و شکست دادن. یعنی یه جنگی دائما بین این 4 خلط وجود داره در بدن که
شکست یکی منتفع شدن باعث منتفع شدن یکی دیگه میشه. علوب مزاج بدن صحت بلدغی اوصاف اربعه حدنی بالطبع علمق سببیله بالطبع علمق سببیله بری birinden منتفع علوب نظام جمعیت و مراجع دولت صحت bulmuştur. Ve bu اخلاط اربعه اعتدال üzere olmak واجبdur تا که، حالا میگه باید اعتدال باشه در بین این 4 تا که مزاج مختل علمیه، تا که جامعه مختل نشه، دولت مختل نشه. اینجا مزاج احتمالا مراد یا جامعه هست یا دولت هستش، حالا به نظر من دولت هستش. علمیه اگر کمیت و یا کیفیت هر جهتیندن احتمالاً اگر کمیت و یا کیفیت جهتیندن birer edip براعت احتمالاً bir راعت جهتن bir راعت bir edip fasid veya galip ve olur ise ihraç ve tekin ile ya teskin ile tedarük lazım gelir. Pes ruaya ki suda magamindedir teb ve teşrihde sabittir ki teb ve teşrihde sabittir ki taam hazminden sonra bir az zaman mideye gıda varid olmasa tahal biraz sevda döküp boş kalmasın ve bazı خله مودی olmasın. احتمالا معدی باید بخونیم اینو. بعضی اینم احتمالا خلط باشه، خله، حالا نمیدونم. بعضی خله معدی olmasın diye tedarik ettiği gibi معده مقامنده olan خزینه آمیریه دخی غدا اینجا یعنی غذا مشابهسنده olan حال، این با ه دو چشم هستش، حال وارد olmuyor. وارد، البته یه آیه دیگه اینجا هستش، varad olmuyor. Tühi kaldıkta ruaya fugarası ambal döküp her bir hazine boş koymayıp tedarük üzere olurlar. Ama onlar mekhur ve münker olup kar ve kesbiden kaldıkta bu tedarük müyesser olmayıp hazine boş kalır. Ol ecelden salatin selef duayı zulmüden himayet edip ruayı zulmüden, hala ince raiyet, ruayı zulmüden himayet edip gazayat ve garane harab olmasına ve ruayadan biri şehre gelip sakin olup laat، اینجا یک چیزی نوشته که بازم نمیتونم بخونم، راعات و حرکتنده
علوب را لا نداعات ve hareketinden galmasına rıza vermezler idi ve bunu sevda galip. حالا اینجا دوباره یک کلمه هستش که نمیتونم. sevda galip oldukta vesvese ve malhulya mutlu امراض پایه ظهور خیالات و شهر روحی دقیق ضعیف و خیالات و شهر روحی دقیق شهر روح. حالا اینجا روح رو به شهر تشبیه کرد. شهر روحی داخل ضعیف و بدنی نحیف ادیی gibi وسعت حال و طرفه رعایا اعتدالden بیرونه olsa bir cemiyetleri ve niza و غوغاleri zuhur ettüb tekalifi de hukame şerkeşle ederler. Serkeşlene ederler. Velakin rükn-i sevdanın künde ve tabiatinde اینجا باید احتمالا رکننده باید باشه که حالا ر نیافتاده. سودانın künde ve tabiiyetinde تغییر و نعزنی نادر. اینجا نعز بعضی از کلمات دیگه نمیتونم، اینها نمیدونم پزشکی هست چی هستش. من نعدی نادر و اکثر یا فسادی خلط اخترافندن حالا اینجا اختراج نمیدونم، اختلاط احتمالا این ته هستش. اختلاط رفندن خلط اخلاط فندن صادر علوب امراض. دوباره اینجا یعنی دو تا ز هست، یکی با رز یکی با زال ز، نمیشه نمیدونم کجا. امراض سودایه دمه حالده دنمه. امراض سودایه دنمه حالده مرسل المدغی مهلک المدغی. اینجا حالا اینجا متوجه شدم این کلمه مهلکه، یه جای دیگه بالا دیدم اینو نتونستم بخونم، این مهلکه. مهلک المدغی گبی رو آیادن مملکته حز منصور مملکته حز منصور دگلدر. احتمالا خر منصور دگلدر. آنه هجه ناهجه یا کاهجه نهج و وفور اله صباح. و حالا اینجاها دیگه احتمالا چشم نمیتونه ببینه، چشم من. نهج وفور اله صباح و حزبرانلری و حزیرانلری olursa da and ittifai یا اتفاقی آساندر. خب دوستان نمیدونم به یه جایی رسیدم که بعضی از کلمات دیگه خیلی تو دل هم رفته نمیتونم بخونم. اینو کاری نکردم که بیاد اینور دیده بشه. دوستان ببخشید من یادم رفته بود. تا اینجا خوندیم دوستان. ببینیم این کتاب، حالا بریم آخر ببینیم چند دقیقه است که اینو داریم میخونیم. 1 ساعت و 4 دقیقه. خب به نظر من ببینیم چند صفحه خوندیم. اول اینو ببینیم 1 3 و 5 صفحه خوندیم در 1 ساعت. خوبه به نظرم خوب خوندیم. یعنی من زبان فارسی رو حد اکثر میتونم 10 صفحه بخونم در 1 ساعت.
شاید بعضی وقتا بیشترم بشه بخونم. حالا بذار ببینیم اینجا چی گفته. من اگه بتونم اینجا یه چیزای جدید تور اول و اینا رو گفته، بذار ببینیم میتونیم ازش یه چیزی در بیاریم. و هر وضع و حرکت که دایره قوانین شر و عقلدن خارج اولا ید زوال و اختلالا معدی اولا gelmiştir. Bu fəslidə bu məhəllə gəlincə zikr olunan قواید حاجی خلیفه اقوالیnden حاجی خلیفه یه اسم یه کسیه حتما منتخب کلمات دور بعض قواید ile تمزیج و سیاق دیگر üzere ترتیب و تحریر olunmuştur. حالا میخواستم ببینم که این کتاب اینجا آیا یه چیزی میگه. بله اینجا خوبه، باید برگردیم اینجا رو بخونیم، چون که به نظر میاد اینجا در مورد کتاب و اینکه چه کسی این رو نوشته و برای چی نوشته اینو میخواد توضیح بده. خب قانون عدلی اعمالی ده اهمال edip جور مسلکine gilen ashab devletin şevketleri قرین زوال olduğu معلومdur و هر شخصin ki سوی انحطاط نهایینه وارنجه سلامت ل بگاسنه ارادت علیه آلیهیه ارادت علیه الهیه تعلق ایلسه او شخص به نفسه حفظ صحت اسبابینه محترس یا خود bir طبیب حاضگün tedbirine مقارن kıldığı gibi bir dülüne gayet enhitat buluği murada olmak dahi mulukide rüşd ve sedad ve bayir veya bir tibbi hazık makamında hüsnü tedbir ashabi ve vükelaya iktiran ve تنادر و هر دولت احتمالاً اینجا یک چیزی هستش که من نمیدونم چی هست، یعنی اون معنیشو اقتران و ستاندر واستاندر و استاندر درر و هر دولت بگاسنه şartı siyaset bu dahi akli ola hikmet ameliyeden bir kısmı olan ilmi siyaset mülük gibi ya şer'i ola kitabullah ve sünnet Resulullah ve lahide varid olan ahkam ilahiye gibi siyaset şer'iye siyaset akliyeden müfti olmakla muluk İslamiye'ye desturul emeldir. پادشاه آگاه و وزیر انتباه که آنینله عامل اولدی تأیید هر پادشاه، پس اینجا هره این چسبیده به این، هر پادشاه آگاه و وزیر انتباه که آنینله عامل اولدی، حالا اینم متوجه شدم که آنینله باید بخونیم برای که دوتا این که دوم نون هستش، اینو خیلی جاها دیدیم نتونستم بخونم، حالا متوجه شدم آنینله عامل اولدی تایید الهی ile منصور olup سعادت دارine وصول بولدی معیار شر و عدل معیار شر و عدل اعتبار etmeyip daiye nefsiyle zulm ve heva ve heves ittiba edenlere gayret ilahiye zuhur ile mücazat ola gelmiştir. این کجاست؟ ملوک کفار بقای دولتleri مدار سیاست عقللeriyle itibarleridir. Dünyayı küfriyle yaglamiz
küfriyle yaglamış, zulmüyle yaflur dedikleri حالا این نمیدونم احتمالا یه حدیثه این ببخشید dünyada etibarıdır dünya küfriyle yıkılmaz zulmiyle yıkılır dedikleri bundan neş'at inmiştir ve her vazn ve hareket ki daire قوانین شرع و عقلden خارج ola ید زوال و اختلاله مؤدی ola gelmiştir. Bu فصلده bu محله gelince اینها رو خونده بودیم انگار اولونان فواید حاجی خلیفه اقوالندن منتخب کلماتdır خونده بودیم بعض قواعد ile تمزیج و siyah üzere denir üzere tertip ve tahrir olunmuştur ve hukuki cemi olda mügerrer olan atvar خمسه معتبر beyanındadır. Malum ola ki adat ilahiye ve iradet illiye bu cihetle cari ola gelmiştir ki her devlet حالا میخواستم اینجا من فکر کردم اسمی میخواد بگه اونجا دیدم وزیر و اینا رو گفتم اسمی بگه ظاهرا که هیچ اسمی رو نمیخواد اینجا بیان بکنه حالا تا این طور اول بخونیم ببینیم چی میشه و هر دولت و جمعیت حالی دائما برقرار üzere müsteger ve yere vahide ve yere vahide احتمالا نیره واحده و ویره واحده üzere مثمر olmayıp her بار اطواری مختلفه و حالات متجدیه منتقل olmaktadır. Şöyle ki bir vaktide hali asr آخر مغایر و bir torun اختصاصی tür salife muhayyalıktır ihtimalen ve abnay asr buldukları torun ahvaliyle muhtelif ve rical vakt muktezai zamaneleri keyfiyetiyle mütekeyyif ola gelmiştir. Zira لازمه وقته امتصال و مماشات و مزاج دولت عصر اتباع و مراعات تباع مخلوقات ده حکم خفیه حالا اینجا دوباره یه چیزی نوشته شده که نمیتونم خلف جلیدر یا جبلیدر اینجوری پس اطوار متغایره دولت غالب حالده بهش توری تجاوز ایلمس خب دیگه اینجا رفت به انواع دولت ها رو میخواد چیز بکنه من برم صفحه آخر رو ببینیم که آیا میتونیم ازش یک تاریخ و اسم نویسنده رو در بیاریم خیلی عالی خواهد شد این دو صفحه آخر رو بخونیم که ببینیم میتونیم گرامی محمد رامی افندی حالا اینجا یه چیزی در مورد این آدم گفته ببینیم که میتونیم بدبختی اینه که اینجا رو نمیتونیم بچرخونیم اگه بچرخونیم دیگه خب پایینی حالا این شکلی خواهد بود که دوباره بدینو بچرخونیم بذار ببینیم از اینجا چی میگه sonra دقایق شرعه و حقایق حکمیانه مزایان واقف و تصورات مسلمنده تصدیقات حالا اینجا تصورات و تصدیقات اینا دیگه میره به بحث منطق و فلسفه تصدیقات یقینیسine عارف olan
عارف اولان بندگان صاحب اینگاندن اشکال مختلفه اقوالیدن مال و مطلوب انتجانه، حالا این چیه نمیدونم، قادر و اداره قواعد مباحث ایله bir bezehkaran ya da her bezehkaran mücadeline ilzam ve afhamimize mahir ümde ulul albab mahir zul albab رئیس الکتاب مخلص. حالا دوباره این کتاب رو بچرخونیم به این طرف ببینیم که خب گرامی محمد رامی افندی dailerini tevekkül ve tayin edip tevkil ve tayin edip mukaleme ahvali üçün mütevessitini hizmetlerine koşup irsal edipler. Neticə nimçə tərəfdən ya neçə tərəfdən dahi mükalimə üçün təyin olunan vəkillər gəlib Qarluqca nam məhəllədə اسم یه محله است فارلوقجه نام محلده buluşup merasim müftene üzere mukaleme üçün fitne merasim müftene üzere mukaleme üçün mevazi muayyene ta'mir ve tertip olunup ve nece vundide ve mugavvile vekilleri mütevessitin ile huzur ruş ve guremazi olup. نه اینو نمیتونم بخونم. اینجا چیه؟ مداد مصالح mukalemetimi muaşiret ettiler. Cenab-ı Reisül Küttab'ın ol mecaliste olan harekat ve gavane vuguane ve sekenat ağılanesi hayret efken erbab encümen oldi. ol beliğ noktedan ve fesih azbul beyanın کلام بلیغ الانجامی حضار مجلسی تصاویر دیوار gibi mütehayyir ve mebhut edip mütesaddi sual olanlara cevap mülzumane. حالا متوجه میشم که این حرکتی که در خیلی جاها هستش آ هستش. جواب ملزمانه سی عقد اللسان ای امیه و سکوت olurdi. گفت و شنید و اجوبه مفیده اسناسinde درج دهانلerinden عیان olan لالی شاهوار گفتار تاجران بندر محاوره‌ای شاشروب سرمایه‌داران مناظره و مناقشه‌ای افلاس عجز و ندامت düşürdü. ol مجالسته صدور ایدن اوضاع کاملانه و تعبیرات مدققانه جمع و تحریر olunsa bir مجموعه لانظیر olurdu. نتیجه کلام مکالمه مواد مسلحه ختامه ایرب شرایط متعدده و مدت معینه ایله توایف مزبورینه هر biriyle انعقاد صلح و وکلای طرفینه
رزاسیل طرفین رزاسیل اتمام اولونوب علاوه معقول نهادن و مسافات سور bir ختام olup süver bir ختام olup غنلشتی و حالا اینو من اینجوری خوندم ختام olup نه اینجا این غنلشتی نمیدونم یعنی چی ve reis rafat anis oudet edip geldikten sonra devlet-i illiye tarafından İbrahim başağınca tarafına elçiliğe memur olup azam ve iclal ile irsal kılındı ve dab kadim ve zab kadim üzere nemce taraftan tedarük ve irsal olunan bir büyük ilçi ile serhadde mülaqat olunup neçe ilçisi bu haşiye gelip ya bu canibe gelip başayı müşari ileyh nemce divanine ravane oldu atiye elliye khusrevaniye her birinde ilçisi tuhaf ve hedayay aliyetul asman saman yani kıymet ha gelip cephesay oldu cephesay oldu حالا ببینیم میتونیم یه اسمی یه تاریخی ازش در بیاریم bu revağanın tefasili bu vakıanın tefasili tarihte nihayetinde sene mezkure ve gayi zikr olunduğu mahallede müfesselen zikr olunsa gerektir. Cenab-ı Rabbil Alemin padişah ruy zemin taraflerini ya heraftlerini bu maslahat nafi'i ile ibad ve biladide rifah ve rahatine bais olmağa muvaffak kıldığı gibi mülk ve devletin nizamine ve خلال پنیر olan پذیر احتمال این پذیره خلال پذیر olan امور این در اول کتاب هم همینو دیدیم خلال پذیری پس بوده خلال پذیر olan امور سلطنتیnden intizamine dahi muayyen ve nasir olup müşkülatın mühimmatine tabahsün tedbir ile yaver ve destgir olmakla مسئولdur. نه تاریخی براش نیست اسم نویسنده هم مشخص نیست ولی این داره در آخر کتاب در مورد یک داستان یه مذاکره سیاسی صحبت میکنه و میگه که این در یه جای دیگه نوشته شده اگر اون حادثه رو پیدا بکنن میتونن این تاریخ کتاب رو در بیارن حتی شاید اگر ما این مطلب رو این صفحه قبلی رو که خیلی کم خوندیم از اول میخوندیم احتمالاً اون حادثه رو میدونستیم که چی هستش. بذارید ببینم حالا میشه اون کتاب رو مثلا اینجا امت عیسی و اینها رو اینجا یه چیزایی گفته
دولت نبضش تای مزاج، آشنای مزاج، سلطنت صاحبی، عقل راجح، داننده وقایع مصالح، صحیح رأی و صاحب الفکر، وزیر سالف الرک حضرتلری. این اسمشه، وزیر سالف الرک حضرتلری، سند صدر شریفی تشریف بuyurdukları عموما ملوک امت عیسی و احکام توایف نصارا استماع ettiklerinde. نه این هنوز در داستان رو میگه. خلاصه کلام، حالا اینجا میخواد یه توضیحی بده، ببینیم که اینجا خلاصه کلام چی میگه. بود دعوای معلق مالک سررشته پنجسینده اشکالینه، نه ناخن حسن تدبیر ایله انحلال، و نه شمشیر قاطع التزا ایله گرکی گیبی انفصال میسر اولدی تا هیچ. نه دیگه فکر میکنم که باید به دقت این کتاب رو خوند و تاریخ رو در آورد، که نویسنده و تاریخ رو در آورد. به هر حال به نظرم این کتاب راحت تر از کتاب های قبلی، البته یکی دو کتاب قبلی رو هم راحت تر خونده بودم، ولی این کتاب به نظرم یه مقدار راحت تر اومد از اون کتاب های قبلی، با آنکه درش به هر حال برای اولین بار این رسم الخط با دست نوشته شده، کتاب قدیمی هستش، اصطلاحات بسیار زیادی رو از رشته های مختلف علمی جمع آوری کرده در اونجا. خب بعد خطی که در رسم الخطی که ازش استفاده شده من باهاش آشنا نبودم، ولی به هر حال فکر کنم که اگر این کتاب رو یه بار دیگه از اول الان شروع بکنم بخونم، هم سرعتم بیشتر میشه در خوندن و هم اینکه اون اشتباهاتی رو که تصحیح کردم در گذشته دوباره کمکم میکنه که کلمات رو خوب بخونم، و همین که اگه تا پایان کتاب بخونم به هر حال کاملا احتمالاً بگیم 90% 95% کتاب رو کاملا میفهمم و حتی میتونم ترجمه بکنم مثلا به یک زبان دیگه. به هر حال روز خوبی بود برای من. امیدوارم دوستان دیگری هم به این راه بیفتن و تلاش بکنن که یاد بگیرن زبان ترکی علمی تخصصی رو. من تلاشم رو دارم میکنم، نمیدونم چقدر موفق خواهم شد، ولی تلاشم بر اینه که موفق بشم. عمری اگر باشه موفق خواهم شد و کتاب‌های خطی رو هم به راحتی خواهم خوند و این کمک خواهد کرد من کتاب‌های چاپی جدید رو به راحتی تمام بخونم، برای اینکه در کتاب‌های جدید فکر نمی‌کنم این همه لغاتی که در اون گذشته به کار می‌بردن الان در این کتاب‌های جدید ترکی اینقدر لغت به کار برده بشه. به هر حال روز خوبی بود. من الله رو شاکرم که این امکان رو داد. امروز حدود 3 ساعت از عمرم رو صرف یک کاری کردم که برای رشد خودم مناسب بود. ببینید ما انسان ها تلاش میکنیم دائما، به خصوص بعد از ازدواجمون و بعد از اینکه بچه دار میشیم تلاش میکنیم یه درآمد داشته باشیم. بعد که درآمد داشتیم میخوایم یه خونه بخریم، ماشین بخریم، امکانات بخریم، بچه‌مون بره دانشگاه، مدرسه، دانشگاه، لباس بخریم، ماشین براش بخریم در حد توانمون دیگه. حالا من دارم یه مقدار دست بالا میگیرم. برای زنمون، برای فامیلامون یه کاری بکنیم، خدمتی بکنیم، برای دوست و همسایه و اینا یه کاری بکنیم. چه کار برای خود من میکنم؟ من چه کاری برای بچه‌م یه کار کردم، برای همسرم یه کار کردم، برای نوام یه کار کردم، برای محلم و شهرم یه کار کردم، برای خودم چه کار کردم؟ خودم فقط پول اندوختم، تلاش کردم خونه درست بکنم، ماشین بخرم، لباس بخرم، نمیدونم غذا بخورم و اینا. چه کار کردم برای خودم، برای عقل خودم، برای احساس خودم، برای مغز خودم، برای انسانیت خودم چه کار کردم؟ خب غذا رو خوردم. حالا غذا هر چی بخورید که بدن کاری نداره که شما برید خاویار بخورید یا برید سیب زمینی بخورید، بدن باهاش کاری خیلی زیاد باهاش درگیر نیست، مهم نیست براش، سیر میشه به هر حال.
البته ارزش مواد غذایی که دریافت میکنیم متفاوته و من نمیدونم که سیب زمینی ارزش مواد غذاییش مثلا چقدر کمتر از خاویار میتونه باشه، یا اصلا مثلا خاویار مواد غذاییش در چه وضعیتی. من اینا رو نمیدونم، نمیخوام من بحث بکنم اینجاها. میخوام بگم که برای مغز خودمون، برای احساسات خودمون، برای آگاهی خودمون، برای فهم خودمون، برای اندیشه خودمون چیکار کردیم. من روی این دارم کار میکنم که روی خودم، حالا من فرض بکن که ماشین دارم، لباس دارم، غذامو کار کردم، نمیدونم بچه هم ازدواج کردن و هر چی از دستم برمی اومد براشون کردم و نکردم، این یه طرف قضیه است. حالا روزانه غذامون هم میخوریم، ولی برای ذهن خودم، برای عقل خودم چیکار کردم؟ خب من قاعدتا در گذشته مقاله میخوندم، مقاله هایی که حالا به زبان فارسی یا ترکی بود اینو میخوندم و خب معمولا خیلی ساده هستن و چون مقاله باید کوتاه باشه مطلب عمیقی درش نیست. ولی شما نگاه کنید، ما این کتابی که الان خوندیم تلاش کردیم بخونیم، این 44 صفحه رو تلاش کردیم بودن بگیم 6 صفحه ازش خوندیم در 1 ساعت و نیم. خب یه مقدارم سخنرانی بود دیگه، این وسط تنها نخوندیم که یه مقدار تلاش کردیم ترجمه بکنیم اینور اونور و اینا. به هر حال در این 1 ساعت و نیم من برای روی خودم کار کردم. برای چی؟ برای اینکه میخواستم زبان ترکی رو یاد بگیرم، زبان ترکی علمی تخصصی رو یاد بگیرم در رشته سیاست. برای اولین بار یک کتاب در سیاست به زبان ترکی خوندم، برای اولین بار در عمرم. البته هر کتابی که تا الان خوندم همشون برای اولین بار بود میخوندم. در این 68 جلسه بیش از حدود 100 کتاب رو معرفی کردم. از این 100 کتاب هیچ کدوم برای دومین بار نخوندم. البته یعنی منظورم اینه که قبلا خونده باشم، نه اینکه تو این 60 جلسه ممکن بود یکی دو تا کتاب رو تکراری خوندم. ولی خب برای دارم الان به این نتیجه رسیدم آخه من باید روی احساس خودم، عقل خودم و روی چیزهایی که دوست دارم هم کار بکنم، مثل زبان ترکی، مثل تاریخ، مثل فلسفه، مثل ریاضیات. من الان تو این کتاب که خوندم دیدم خب من نمیفهمم سودا چیه، خلط چیه، خلط محمود چی هست، نمیدونم بقیه چیزایی که اونجا گفت من الان یادم هم نیست. باید برم حالا بگم آقا ببینم اگه بتونم ببینم که این اخلاط چهارگانه که در طب قدیم بوده چی هستن، کارشون چیه، کارکردشون چیه، چجوری زیاد و کم میشن، در بدن انسان چه تأثیراتی میذاشتن، اینها رو بخونم ببینم که اینا چی هستن. حالا به هر حال ببینیم چی هست. امیدوارم که دوستان این توفیق رو خدا الله به من بده که به سرعت پیش برم و زبان ترکی رو خوب یاد بگیرم.